تفاوت بین دیتا بایندینگ یک طرفه و دو طرفه اینه که توی دیتا بایندینگ دو طرفه داده ها توی هر دو جهت جریان دارن. یعنی هر زمان که مقداری توی یو آی تغییر کنه به دنبالش کد سی شارپ ما یا داده های دیتابیسمون رو آپدیت میکنه و بالعکس. هر وقت چیزی رو توی کد سی شارپمون تغییر بدیم این کار یو آیمون رو هم آپدیت میکنه. برای این کار ما میتونیم این کدها رو و همچنین ایونت هندلر رو حذف کنیم و به جاش از اتریبیوت @bind برای بایند کردن مقدار تگ اینپوت به فیلد تکست استفاده کنیم. این خط دقیقاً همون کاری رو که ایونت هندلرمون انجام میداد رو انجام میده. یعنی هر چیزی که توی تگ اینپوت بنویسیم به فیلد تکست بایند میشه و این زیر مقدار فیلد تکست رو نمایش میدیم. بریم دوباره پروژه رو اجرا کنیم. بنابراین در اینجا در پیج کانترمون اگه چیزی رو تایپ کنم و بعدش کلیک کنم میبینیم که محتوای تگ اینپوتمون به متغیر تکست بایند شده. در واقع عمل بایندینگ در رویداد آن چنج اتفاق افتاده که به طور پیش‌فرض رخ میده.